سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو از روز چهارشنبه 22 اپریل من خیرمون بقوزاده تقدیم میکنم. مقامات بانک ملی میگویند محدودیت ها در خرید و فروش دلار در تاجیکستان یک امر موقتی است. جمشید یوسفیان، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، ضمن بررسی برنامه ضد بحرانی که میان حکومت و صاحبکاران در دوشنبه صورت گرفت، گفت بعد به اعتدال آمدن وضع همه چیز به حالت پیشینه برمیگردد. از جانب صاحبکاران، از جانب تشکیلات‌های خصوصی اینچنین تکلیف‌ها و پیشنهادهای خیلی خوب هم برگزار می‌گردد و این هم پهلوی دیگری مثبت این چنین مکالمه‌ها می‌باشد. یوسفیان گفت که پیشبینی کردن قرب دلار کاری دشوار است، ولی مقامات این وضع را زیر نظارت نگاه می‌دارند. در مکالمه ضد بحرانی میان حکومت با صاحبکاران، نمایندگان 52 شرکت تجارتی، بانکی و سرمایه‌گذاری اشتراک کردند. بعد جاری شدن تحریم‌های غرب در نسبت روسیه به خاطر جنگش در اوکراین و پایین روی قرب روبل روسی در تاجیکستان هم قرب پول ملی یک بار پایان شد و مقامات بانک ملی مبادله اسعار را در صرافی‌های خصوصی منع کرده این مسئولیت را به دوش بانک‌های تجارتی واگذار کردند. مقامات تاجیکستان گفتند از وضع در شمال افغانستان نگران شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به نهادهای قدرتی حکومت خود دستور داد که با نظرداشت وضع امنیتی در افغانستان همسایه در حالت ضروری از نیروهای ذخیروی استفاده شود. دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک جلسه مشورتی با اعضای شورای امنیت و همه وزارتخانه‌های قدرتی صدا داده است. این در حالی است که مقامات افغانستان به یک عملیات گسترده ضد جنگجویان در شمال این کشور آمادگی می‌گیرند و پس از درگیری‌های شدید در بدخشان، وضع در مرز افغانستان با ترکمنستان هم برای مدت متشدید شد. در دوشنبه یک روز بعد درگذشت نابهنگام کارگردان معروف بختیار خدای نظرف، مراسم یادبود او در حلقه اهل سینما و تئاتر تاجیک برگزار شد. مراسم در تاجیک فیلم که از جانب اتحاد سینماگران تاجیکستان تشکیل شد، از نمایش عکس‌ها از روزگار و جریان تهیه فیلم‌های بختیار خدای نظرف در تاجیکستان و روسیه و هم نقل خاطره‌های اهل سینمای تاجیک از کار و روزگار این کارگردان شناخته عبارت بود. ما همگان افتخار داریم که فرزند تاجیک منم خیلی با یک آرزوها، با یک پاکی‌ها کینوی تاجیک را به تمام دنیا مشهور گردانیم. خبر مرگ بختیار خدای نظرف همکاران و اهل سینمای روسیه را نیست که در آنجا فیلم‌های زیادی خود را برداشته است تکان داد. چولپان حماتووا، اجرا کننده نقش اساسی در فیلم پدر مهتابی، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از مسکو گفت از خبر مرگ این دوست و همکار عزیزش خیلی اندوهگین شده است. Мне будет его не хватать как своего друга, мне будет его не хватать как режиссера, с которым я мечтала встретиться вновь. Мне не будет не хватать его фильмов как зрителю, его языка и его воздуха, и его сложной сочиненности и красочности кадра. بختیار خدای نظرف روز 21 اپریل در سن 49 سالگی بعد بیماری طولانی در بیمارستان شهر برلین درگذشت. او را در پایتخت آلمان به خاک می‌سپارند. در شهر خوجند در مؤسسه‌های تفریحی و فراغتی و طربخانه‌ها همکنون خیلی زیاد صدای خوانشی کپک به گوش می‌رسد. در قفس‌هایی که به شاخه‌های درخت آویخته شدند، کپک و بدانه محلی رمزهای عنعنوی حوله و باغ‌های مردم خوجند را زیاد دیدن ممکن است. در برابر کپک و بدانه قناری‌های زیبای برون مرزی را هم در طربخانه‌ها بخوردن ممکن است. در حالی که مشتریان از دیدن پرنده‌های خوشخوان لذت می‌برند، مؤسسان این تفریحگاه‌ها اعتراف می‌کنند که از این حساب شمار مزاجان آنها و هم مهلت در این طربخانه ایستادن مهمان‌ها بیشتر می‌شود. من اینجا خلوص خوب خونه من کافی رو می‌خورم بدون سونی کاناریکا سابا اینجا آدم می‌مونم از مردم وقت ساخت شده بیشتره برم. برای دریافت شکل پره این گزارش و ویدیوهای بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.